به نام خدا سلام عرض می کنم. این جانب نسیم اسدپور از شرکت آداگ آسیاک موضوع کامپوزیت های الیاف کولار رو ارائه میدم. در این بخش فهرست مطالب رو مشاهده می کنید که مقدمه ای رو در ابتدا خدمتتون عرض می کنم. کامپوزیت در علم پلیمر ماده‌ای مرکبه که از دو یا چند ماده مختلف تشکیل شده که به صورت مکانیکی یا متالورژی به هم متصل شدن. هر کدوم از این اجزای مختلف هویت و ساختار و خصوصیات مشخصه خودش رو در کامپوزیت حفظ میکنه. کامپوزیت های الیاف کولار مواد مرکبی هستند که از یک ماتریس پلیمری و الیاف کولار تشکیل شدن. الیاف کولار از پارامید ساخته میشه که نوعی پلیمر مصنوعی قوی و سبکه. کولار داره استحکام کششی بسیار بالاییه و وزنش حدود 1/5 فولاده. در سال 1964 شیمیدان آمریکایی استفانی لوئیس و همراه گروهش شروع به جستجو برای یک فیبر قوی بسیار سبک وزن و جدید برای استفاده لاستیک سبک اما قوی کردند. کولار اولین بار در سال 1970 معرفی شد که جزء اولین دسته الیاف با قدرت کششی و مدول بالا بوده که در کامپوزیت‌های پیشرفته به کار میره. کولار یک آرامیده و ترکیب شیمیایی اون پلی پارا فنیل ترفتالامید هستش و بیشتر به عنوان پارامید شناخته میشه. فرمول شیمیایی الیاف کولار پلی پارا فنیل ترفتالامید هستش که این پلیمر یک پلیمر مصنوعیه که از ترکیب اسید ترفتالیک و آنیلین تولید میشه که این پلیمر یک پلیمر خطیه از واحدهای تکرار شونده آروماتیک تشکیل شده و استحکام کششی و سفتی بالای پلی پارا فنیل ترفتالامید به خاطر ساختار آروماتیک هستش. همونطور که مشاهده میکنید الیاف کولار از زنجیرهای مولکولی بلند پلی پارافنیل ترفتالامید تشکیل شده که کولار مقداری از قدرت بالای خودش رو از پیوندهای بین مولکولی هیدروژنی بین گروههای کربونیل و پروتونهای زنجیرهای پلیمری همسایه دریافت میکنه. ساختار کولار از مولکول‌های سفت و محکم درست شده که معمولا ساختارهای صفحه مانند به جای پروتئین‌های ابریشمی به وجود میارن. همونطور که گفتیم تولید الیاف کولار به این صورتی که از ترکیب اسید ترفتالیک و آنیلین تولید میشه. این ترکیب توی دستگاه اکسترودر ذوب میشه، سپس از طریق یک فیلتر به صورت الیاف مسئولی کشیده میشه. آغشته سازی الیاف کولار به این صورتی که الیاف کولار با یک رزین پلیمری آغشته میشن. این رزین به عنوان یک ماتریس کامپوزیت عمل میکنه و وظیفه‌اش اتصال الیاف کولار به یکدیگه است. انواع مختلفی از رزین‌های پلیمری برای آغشته سازی الیاف کولار استفاده میشن. برای مثال رزین اپوکسی، رزین پلی استر و رزین وینیل استر. در مرحله شکل‌دهی کامپوزیت الیاف کولار آغشته شده به رزین با استفاده از روش‌های مختلفی مثل قالب‌گیری فشاری، قالب‌گیری تزریقی، قالب‌گیری ورق و یا پخت رزین شکل بهشون داده میشه. پخت رزین به این صورته که رزین پلیمری در دمای بالا پخته میشه که این کار باعث ایجاد پیوند بین الیاف کولار و رزین میشه و کامپوزیت رو تشکیل میده. دمای پخت رزین پلیمری به نوع رزین مورد استفاده اون پلیمر بستگی داره. خواص الیاف کولار: استحکام بالا، وزن سبک، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر سایش و مقاومت در برابر خوردگی هستش. الیاف کولار داره استحکام بسیار بالایی هستن. اونا بسیار قوی‌تر از فولادن و میتونن وزن زیادی رو تحمل کنن. همچنین بسیار سبک هستن و به همین دلیل در لباس‌های ضد گلوله، لباس‌های ایمنی استفاده میشن. الیاف کولار در برابر حرارت بسیار مقاومن. اونا میتونن در دماهای بالا بدون ذوب یا شعله‌ور شدن دووم بیارن. الیاف کولار در برابر سایش نیز مقاومن. به همین دلیل در لباس‌های کار و تجهیزات ورزشی بسیار کاربرد دارن. الیاف کولار در برابر خوردگی نیز بسیار مقاومن و همین دلیل در تجهیزات دریایی و شیمیایی نیز استفاده میشن. خواص ویژه تقویت کننده: مقاومت در برابر برش. الیاف کولار چین در برابر برش بسیار مقاومند
به همین دلیل از آنها برای کاربردهایی که در معرض خطر برش هستند استفاده میشه، مثل لباسهای ایمنی و تجهیزات نظامی. مقاومت در برابر شعله. الیاف کولار چین در برابر شعله بسیار مقاومند. به همین دلیل از آنها برای کاربردهایی که در معرض خطر آتش سوزی هستند استفاده میشه، مانند تجهیزات ایمنی و وسایل نقلیه. رسانه‌های الکتریکی کم. الیاف کولار چین دارای رسانه‌های الکتریکی کم هستند. به همین دلیل از آنها برای کاربردهایی که در آنها عایق الکتریکی مهمه استفاده میشه، مثل تجهیزات الکتریکی و وسایل نقلیه. مقاومت در برابر اشعه ماورابنفش. الیاف کولار چین در برابر اشعه ماورابنفش بسیار مقاومند. و همین دلیل از آنها برای کاربردهایی که در معرض نور خورشید هستند استفاده میشه، مثل تجهیزات فضایی و وسایل نقلیه. روش کامپوزیت سازی. روش‌های مختلفی برای کامپوزیت سازی الیاف کولار وجود داره. برای مثال روش دستی، روش نیمه خودکار و روش خودکار. روش دستی. در این روش الیاف کولار به صورت دستی به ماتریس اضافه میشن. این روش برای تولید قطعات کوچیک و پیچیده مناسبه. روش نیمه خودکار. در این روش الیاف کولار به صورت نیمه خودکار به ماتریس اضافه میشن. این روش برای تولید قطعات بزرگ و ساده تر مناسبه. روش خودکار. در این روش الیاف کولار به صورت خودکار به ماتریس اضافه میشن. این روش برای تولید قطعات بسیار بزرگ و پیچیده مناسبه. مراحل کامپوزیت سازی الیاف کولار. آماده سازی الیاف کولار. الیاف کولار باید قبل از اضافه شدن به ماتریس آماده بشن. این کار ممکنه شامل برش الیاف به اندازه مناسب، آماده سازی سطح الیاف برای چسبندگی بهتر و حذف ناخالصی‌ها باشه. آماده سازی ماتریس. ماتریس نیز باید قبل از اضافه شدن به الیاف آماده بشه. این کار ممکنه شامل ذوب ماتریس، مخلوط کردن مواد تشکیل دهنده ماتریس و آماده سازی قالب برای ریختن ماتریس بشه. اضافه کردن الیاف به ماتریس. الیاف کولار به صورت دستی یا خودکار به ماتریس اضافه میشن. عمل‌آوری. پس از اضافه شدن الیاف کولار به ماتریس، کامپوزیت باید عمل‌آوری بشه. این کار ممکنه شامل حرارت دادن، سرد کردن یا اعمال فشار به کامپوزیت بشه. کاربرد کامپوزیت ها. صنایع هوا و فضا. کامپوزیت های الیاف کولار برای ساخت هواپیماها، موشک‌ها و فضاپیماها استفاده میشن. اونا به دلیل وزن سبک و استحکام بالا جایگزین مناسبی برای فلزات هستن. صنایع دفاعی. کامپوزیت های الیاف کولار برای ساخت زره، جلیقه‌های ضد گلوله و تجهیزات نظامی استفاده میشن. اونا به دلیل مقاومت بالای خودشون در برابر ضربه و نفوذ گزینه مناسبی برای کاربردهای نظامی هستن. صنایع خودروسازی. کامپوزیت های الیاف کولار برای ساخت بدنه خودروها، شیشه جلو و سایر قطعات خودرو استفاده میشن. اونا به دلیل وزن سبک و استحکام بالا جایگزین مناسبی برای فولاد و آلومینیوم هستن. صنایع ورزشی. کامپوزیت های الیاف کولار برای ساخت تجهیزات ورزشی مثل راکت های تنیس، چوب های گلف و کلاه ایمنی استفاده میشن. اونا به دلیل استحکام بالا و وزن سبک عملکرد بهتری نسبت به مواد سنتی ارائه میدن. صنایع ساختمانی. کامپوزیت های الیاف کولار برای ساخت سازه‌های ساختمانی مثل پل‌ها، ساختمان‌ها استفاده میشن. اونا به دلیل وزن سبک و استحکام بالا گزینه مناسبی برای کاربردهای ساختمانی هستند. کاربردهای خاص کامپوزیت‌ها. جلیقه‌های ضد گلوله. کامپوزیت های الیاف کولار برای ساخت جلیقه‌های ضد گلوله استفاده میشن. اونا بسیار قوی هستن و میتونن در برابر ضربه گلوله مقاومت کنن. تیرهای هواپیما. کامپوزیت های الیاف کولار برای ساخت تیرهای هواپیما استفاده میشن. اونا بسیار سبکن و میتونن در برابر وزن هواپیما مقاومت کنن. قایق‌های ماهیگیری. کامپوزیت های الیاف کولار برای ساخت قایق‌های ماهیگیری استفاده میشن. اونا بسیار مقاومن و میتونن در برابر شرایط آب و هوایی سخت مقاومت کنن. وسایل ورزشی. کامپوزیت های الیاف کولار برای ساخت تجهیزات ورزشی استفاده میشن، چون بسیار سبک و قوی هستن و در برابر ضربه و سایش مقاومت میکنن. قطعات خودرو. کامپوزیت های الیاف کولار برای ساخت قطعات خودرو نیز استفاده میشن، چون سبک و مقاومن و میتونن در برابر ضربه و سایش مقاومت کنن. مقایسه قیمت. قیمت الیاف کولار با توجه به نوع آنها متفاوته. به طور کلی الیاف کولار با استحکام بالا و مقاومت در برابر حرارت و خوردگی گرانتر از الیاف کولار معمولی است.
الیاف کولار با کیفیت بالا گرانتر از الیاف کولار با کیفیت پایین هستند. الیاف کولار با طول بیشتر گرانتر از الیاف کولار با طول کمتر است. الیاف کولار با وزن بیشتر گرانتر از الیاف کولار با وزن کمتر است. تقاضا برای الیاف کولار. افزایش تقاضا برای الیاف کولار منجر به افزایش قیمت میشه. عرضه الیاف کولار. کاهش عرضه الیاف کولار منجر به افزایش قیمت میشه. تقاضا برای کولار در صنایع مختلف از جمله صنایع هوا و فضا، خودروسازی و دفاعی افزایش پیدا کرده. این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت کولار شده. عرضه کولار طی سالهای اخیر کاهش پیدا کرده. این کاهش عرضه میتونه به عوامل مختلفی مثل کاهش تولید کولار، افزایش تقاضا برای مواد اولیه کولار نسبت داده بشه. هزینه‌های تولید الیاف کولار طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. این افزایش هزینه‌ها میتونه به عوامل مختلفی مثل افزایش قیمت مواد اولیه کولار، افزایش هزینه‌های نیروی کار نسبت داده بشه. در حال حاضر هیچ تولید کننده ایرانی الیاف کولار وجود نداره و فقط چندین تولید کننده کامپوزیت‌های الیاف کولار در ایران وجود داره که در جدول زیر مشاهده می‌کنید. شرکت‌های نظیر شرکت دوپانت، شرکت DSM برای تولید الیاف کولار نیز وجود دارند. شرکت دوپانت که در کشور آمریکا وجود داره، تنها شرکت تولید کننده الیاف کولار در جهانه. این شرکت همچنین تولید کننده کامپوزیت‌های الیاف کولار نیز هست. شرکت DSM که در کشور هلند وجود داره، تولید کننده انواع کامپوزیت‌های الیاف کولار از جمله جلیقه‌های ضد گلوله، کابل‌ها و لنت ترمز. محصولات الیاف کولار. جلیقه‌های ضد گلوله. جلیقه‌های ضد گلوله کولار معمولاً از چندین لایه الیاف کولار ساخته میشن که برای محافظت از بدن در برابر اصابت گلوله طراحی شدن. قطعات خودرو. کامپوزیت‌های الیاف کولار معمولاً در ساخت قطعات بدنه خودرو مثل سپر و گلگیر استفاده میشن. قطعات هواپیما. کامپوزیت‌های الیاف کولار معمولاً در ساخت قطعات بدنه هواپیما مانند بالها و دوم استفاده میشن. تجهیزات ورزشی. کامپوزیت‌های الیاف کولار در ساخت تجهیزاتی مثل راکت‌های تنیس، چوب‌های گلف و تجهیزات اسکی استفاده میشن. تجهیزات نظامی. کامپوزیت‌های الیاف کولار در ساخت تجهیزاتی مانند زره، کلاه ایمنی و سلاح‌ها استفاده میشن. تجهیزات صنعتی. کامپوزیت‌های الیاف کولار معمولاً در ساخت تجهیزاتی مثل پمپ‌ها، توربین‌ها و جرثقیل‌ها استفاده میشن. محصولات مصرفی. کامپوزیت‌های الیاف کولار میتونن در محصولات مصرفی مثل چمدان، کیف و وسایل ورزشی استفاده بشن. آینده فناوری کامپوزیت‌های الیاف کولار بسیار روشنه. کامپوزیت‌های الیاف کولار مزایای زیادی نسبت به سایر مواد دارند، از جمله وزن سبک، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر کشش و دوام. وزن سبک. کامپوزیت‌های الیاف کولار بسیار سبکتر از سایر مواد هستند، مثل فلزات یا فولاد. مقاومت در برابر ضربه. کامپوزیت‌های الیاف کولار بسیار مقاوم در برابر ضربه هستند. مقاومت در برابر کشش. کامپوزیت‌های الیاف کولار بسیار مقاوم در برابر کشش هستند. دوام. کامپوزیت‌های الیاف کولار بسیار با دوام هستند. به دلیل این مزایا انتظار میره که کامپوزیت‌های الیاف کولار در آینده به طور گسترده‌تری استفاده بشن. برخی از کاربردهای بالقوه کامپوزیت‌های الیاف کولار در آینده عبارتند از خودروهای برقی، فضاپیماها، ساختمان و سازه و محصولات پزشکی. کامپوزیت‌های الیاف کولار میتونن در خودروهای برقی برای کاهش وزن و بهبود کارایی استفاده بشن. کامپوزیت‌های الیاف کولار میتونن در فضاپیماها برای کاهش وزن و بهبود قدرت استفاده بشن. کامپوزیت‌های الیاف کولار میتونن در ساختمان و سازه برای افزایش مقاومت و دوام استفاده بشن. کامپوزیت‌های الیاف کولار میتونن در محصولات پزشکی برای بهبود عملکرد و ایمنی استفاده بشن. در حال حاضر تحقیقات زیادی انجام شده تا کامپوزیت‌های الیاف کولار برای کاربردهای جدید توسعه پیدا کنند.
برخی از زمینه‌های تحقیقاتی فعلی عبارتند از توسعه الیاف کولار با خواص بهبود یافته. محققان در حال کار بر روی توسعه الیاف کولار با خواص بهبود یافته مثل مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر سایش هستند. توسعه روش‌های جدید تولید کامپوزیت‌های الیاف کولار. محققان در حال کار بر روی توسعه روش‌های جدید تولید کامپوزیت‌های الیاف کولار هستند که مقرون به صرفه‌تر و کارآمدتر است. توسعه کاربردهای جدید برای کامپوزیت‌های الیاف کولار. محققان در حال کار بر روی توسعه کاربردهای جدید برای کامپوزیت‌های الیاف کولار در زمینه‌هایی مانند انرژی، حمل و نقل و پزشکی هستند.